سلام بچه‌ها، امیدوارم هر جا که هستید خیلی خوب باشید. به یکی دیگه از برنامه من خوش اومدید. اینجا هستیم با معرفی دوربین عینان تری، یکی از غول‌های جدید سونی که به زودی رونمایی میشه واسه عکاسای حرفه‌ای و همچنین فیلمبرداری که یکی از امکانات واقعا فوق‌العاده شرکت خود سونی هستش. قبل از هر چیزی که بخوایم دوربین معرفی بکنیم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اگه دوست داشتید برنامه منو حتما دنبال کنید. روز گذشته شرکت سونی یکی از غول‌های جدید خودش معرفی کرد، عینان تری، یکی از دوربینایی که واقعا فوق العاده است بچه‌ها. با سیستم گلوبال شاتری که روی این دوربین گذاشته شده واسه اون عکاسای حرفه‌ای که دنبال دوربین حرفه‌ای هستن خیلی پیشنهاد خیلی خوب میشه. سیستم گلوبال شاتر جوری طراحی شده که به سنسور اجازه میده توی محیطایی که تمام پیکسل‌ها توی محیطایی که نور کمی داره عکس و ویدیوهایی که بگیره که هیچ ایوجاجی و دیستوریشنی وجود نداره. منظور از ایوجاج اینه که سایز اصلی عکس و اون چیدمان درست عکس رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی سوژه وقتی جلوی دوربین هست شما میخوان عکاسی بکنید، قاب اصلیه و اندازه اصلی اون سوژه رو به شما بده. سیستم جوری طراحی شده با سیستم گلوبال شاتری که روش طراحی شده به سنسور اجازه میده که این ایوجاج و دیستوریشن ها به وجود نیاد و عکس کاملا قاب اصلی خودش رو داشته باشه که یک امکانات فوق العاده است که داخل این دوربین طراحی شده. همچنین عکسای 14 بیتی را میگیره که واقعا سیستم واقعا فوق العاده است. عکس 14 بیتی را با سیستم فوکوس خودکار آنی که با سرعت 120 فریم میگیره که این یک فوق العاده است. یعنی دیتیل و جزئیاتی که داخل عکس هستش رو جوری طراحی میکنه که تمام دیتیلایی که استفاده میشه کاملا داخل عکس کاملا بیفته. شما خودتون میبینید الان صحنه‌ای که بخواد آب پاشیده بشه کاملا دیتیل ذرات آب کاملا معلومن داخل این تصویر و این فوق العاده است واسه یک دوربین. همچنین سیستم هوش مصنوعی که داخل این دوربین گذاشته دقت بالایی که تشخیص سوژه بسیار دقیقی داره که واقعا فوق العاده است. میتونید تو اون لحظه صحنه‌ای که چشم نمیتونه کامل خیلی دیتیل و جزئیات رو ببینه، این سیستم جوری طراحی شده هوش مصنوعیش تشخیص میده اونا رو و خب شکار میکنه اونا رو. خب این امکانات خیلی فوق العاده واسه این دوربین هستش و امکانات دیگه دوربین سرعت شاتر این دوربین 1/80000 هستش. از قابلیت جذاب دوربین عینان تری اینه که 120 فریم و حتی قبل از اینکه بخوایم دکمه شاتر رو ثبت بکنیم خودش ثبت میکنه که خب این خیلی خوبه که سوژه ها جذاب رو از دست ندیم و بتونیم دیتیل و جزئیاتش رو کامل بگیریم. امکانات دیگه این دوربین اینه که فیلم برداری 4K 120 فریم بدون کراپ میگیره چون فول فریم هست این دوربین. خب یکی از امکانات فوق العاده این دوربین هست که شما میتونید حتی علاوه بر عکس برداری فیلم برداری خیلی خوبی هم با این دوربین داشته باشید. خب این جذابیتش خیلی میبره بالا. حتی میتونید شما ایزو رو تا 51200 هم ببرید. خب این فوق العاده سیستم گلوبال شاتر جوری تو این دوربین طراحی شده که تو محیطای کم نور بتونید تصویرهای خیلی خارق العاده بگیرید و تصویر خیلی خوبی که با دیتیل و جزئیات کامل هست و عکس برداری کنید که خیلی فوق العاده هست. خود سونی اشاره کرده که این دوربین رو بهار سال دیگه در اختیار همه قرار میده به قیمت $6000 که خب قیمت بالا است، ولی خب شما وقتی دنبال یه عکس حرفه‌ای هستید باید دوربین حرفه‌ای داشته باشید. قبل از هر چیزی شما وقتی میخواین یه تصویر خیلی خارق العاده‌ای داشته باشید به نظر من باید لنز خیلی خوبی هم بگیرید. خود شرکت سونی تمام لنزهای جی مستری که واسه خود شرکت سونی هستن لنزهای فوق العاده هستن. پیشنهاد خود سونی برای این دوربین قیمت بدنه این دوربین فقط $6000. پیشنهاد خود شرکت سونی برای لنز برای این دوربین لنز اف 300 f2.8 هستش که خب قیمت اینم $6000 هست. دو تا با هم $12000 میشه. خب درسته قیمتش دور بره با الان بخوایم حساب بکنیم 600 میلیون میشه، ولی خب به نظر من وقتی شما دنبال دیتیل و جزئیات و عکس‌های حرفه‌ای و خارق العاده هستید باید چنین دوربینایی داشته باشید. تمامی دوربینایی که شرکت سونی میزنن لنزهای مختلفی هست، از جی مستر بگیرید، زایس بگیرید، سیگما بگیرید، ولی خب جی مستر فیکس خود شرکت سونی هسته که میتونید تصویرها و عکس‌ها و فیلم‌های خیلی خارق العاده باش بگیرید. خود شرکت سونی پیشنهادش همین بود. میتونید بازم لنزهای دیگه هم واسه این دوربین سوار بکنید. چیزی وقتی شما یه دوربین خیلی خوب دارید، بدنه خیلی خوب دارید، لنز خیلی به شما کمک میکنه. هر چقدر بوکه نرمتر و حرفه‌ای تری پشت سوژه میخوانید باید لنز بالاتر باشه. عشق منید بچه‌ها، بدرود تا برنامه بعد.